سلام، اینجا پادکست آگاهیه و خیلی خوش اومدین. چرا آگاهی؟ اینکه آگاهی از کجا اومده و چرا آگاهی رو دلم می‌خواد خودت توضیح بدی، چون تو این اسم پیشنهاد دادی. در مورد خودم که ما قرارمون بر این یه اپیزودی فقط راجع به این قضیه بگیریم و من خودم رو معرفی بکنم، بگم که چجوری اصلا این مسیر طی کردم. بگیم سوال اول رو. خواهش می‌کنم بفرمایید. پاسخ‌دهی یا سوال گذاشتن به این دلیل هست که ما می‌خوایم اون تعاملی که بین ما و شما عزیزان هست حفظ بشه. نوشتن که یک سوال دارم، اونم اینه که چجوری باید تشخیص بدیم که باید بریم پیش درمانگر، روان درمانگر، مشاور یا روانکاو. سلام، پسرم میخواد ترک تحصیل کنه و کلاس 9 چی کار کنه؟ و ممنون از همه عزیزانی که ما رو گوش دادن. حقیقت این است که هیچ کجا برای فرار از رنج وجود ندارد جز در دل آن.